gülünce aytayım dil rostini seni deyman o'lguncha ergashaman soyadek sen rozi bo'lguningcha ah 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 pari jon qiynagan yor pari ah 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 pari men tanlagan yor pari ah 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 pari jon qiynagan yor pari ah 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 pari men tanlagan yor pari برنامه فرهنگی با ریایه سنت‌های اجدادی برگزار شد که آن صنعت والای مردم تاجیک را تجسم می‌نمود. نمایندگان شهر و ناحیه‌های جمهوری ازبکستان از آن که در جمهوری تاجیکستان مهرگان و زحمت مرد دهقان در چنین سطح قدر می‌گردد خوشحال گردیده به خود تأثیرات نیک برداشتند. ما دیدیم که چقدر با شکوه و شهامت مردم شهر ترسونزاده این جشن اجدادی رو پیشواز می‌گیرند. ما چنین در سطح بلند جشن گرفتن مهرگان رو بار اول می‌بینیم و باعث افتخار است که مردم تاجیک به زحمت دهقان با مهنت کشاورز بهای بلند داده در چنین سطح بلند بزم رو تشکیل کردند. برای ما یکی از تاثیرات نیک اون بود که در برنامه فرهنگی تمام عنعنه‌های مردمی تاجیک این ایکوس گردیده است. ما خرسند هستیم که مثلا برادران تاجیک ما عنعنه‌های هزار ساله ملی خود را تا حال حفظ کردند و در روزهای نزدیک در شهر سبز آزمون بین‌المللی ششم خانخانه بود و باعث افتخار است که جای اول در این آزمون بین‌المللی نصیب ششم خانخانان تاجیک گردید. برای همین ما افتخار داریم، ما سرفراز هستیم که خرسند هستیم که مردم تاجیک عنعنه‌های ملی خود را از عنعنه‌های کشاورزی، تاک‌زاری، باغداری و همچنین عنعنه‌های فولکلوری خود در همین درجه حفظ نموده است. شاد میده میده
به 3 جفت عائله‌های نوبنیاد شهادتنامه عقد نکاح سپرده شده. بزم عروسی آنها در دایره برگزاری جشن مهرگان و البته با رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان برگزار کرده شد. برنامه رنگین اهل صنعت شعبه فرهنگ و دیگر هوسکاران شهر ترسوزاده به چوره‌بینی، شکوه و شهامت دیگر ضم نمود. در مجموع گروه مهمانان از جمهوری ازبکستان با خوشحالی به اندازه و تأثیرات نیک از شهر ترسوزاده به وطن خود برگشتند.